دوستان توجه کنید به چرخ‌های عقب سمنت، همونطوری که می‌بینید تورمز دستی بالا میره، چرخ قفل میشه، داره تیگو 5 رو میکشه که 4 تا چرخش قفله. این کار تو دنیا برای اولین بار انجام میشه. انشالله امسال 2 تا ماشین رو میکشیم باهاش. اینجا جاده‌ای رو داریم که گاردریل نداره، همونطوری که می‌بینید کاملا خطرناکه. من توصیه نمی‌کنم از این کار انجام بدید. تنها زنجیرچرخی که توسط خانوما میتونه بسته بشه همین زنجیرچرخ‌های نانو هستش، پارچه‌ای دیگه. از اون کوبش و لرزش و آسیبایی که به جلو بندی میزنه به شما خبری نیست. اینجا توسان عزیز رو داریم که چرخ‌ها ببینید 2 دف داره کار میکنه. تیگو 5 به راحتی میاد میره، از اون لرزش کوبش ها به هیچ عنوان خبری نیست. خیلی مهمه تو برف بشه 1 دقیقه اینو نصب کرد. اینجا جاده آسفالت داریم که سوال خیلی هست به راحتی رد میشه. اینجا گردنه رو داریم که به راحتی ماشین رد میشه. و اینکه بازم میگم به سیستم خیلی مهمه، به سیستم ABS آسیب نمیزنه، اون تقه ها رو نداره، اون سردردهایی که زنجیرچرخ فلزی هست رو نداره. به راحتی این گردنه ها رو میره بالا. تو یخ، برف، هر جا که فکرشو میکنید تو برف پوک این کار انجام شدنیه. اینجا فیلم بعدی خیلی فیلم جالبیه که کمری یادش رفته ترمز دستی رو بخوابونه. تنها زنجیرچرخی که برای ماشینای ارتفاع دار موجود تو بازار هست همین زنجیرچرخ‌های پارچه‌ای هستش. اینجا فیلم بعدی همونطوری که داریم میبینیم یخو به راحتی میشکونه میره جلو. با تشکر.